امروز 5 مهره و الان چند روزی هست که وارد فصل پاییز شدیم. اگر بخوام دقیق تر بگم 28 شهریور نیمه اول سال تموم شد و ما عملا وارد نیمه دوم امسال شدیم. با بسته شدن پرونده فصل گرم سال منم خواستم یه جمع‌بندی از کتابایی که توی این مدت خوندم و کتابایی که خریدم داشته باشم. اگر دوست دارید این ویدیو رو ببینید با من همراه و اینجا کانال راویه چهارم هست. اگر به موضوعات ادبیات و کتاب و کتابخوانی علاقه‌مندید میتونید کانال منو سابسکرایب کنید و اگر به خوندن محتواهای متنی علاقه‌مندید میتونید به وبلاگ من که آدرسش رو این زیر قرار میدم مراجعه کنید و یادداشت‌های منو اونجا مطالعه کردم. این ویدیو شامل 2 بخشه. یه بخشش درباره کتابایی که من توی این مدت خوندم و یه بخشش مربوط به کتابایی میشه که توی این مدت خریدم. پس بیاید اول درباره کتابایی که خوندم صحبت کنیم. قبل از اینکه کتابا رو معرفی کنم این توضیح رو می‌خواستم بدم که کتابایی که من امسال خوندم شامل 2 گروه میشن. یه گروهش کتابایی بودن که من پارسال شروع به خوندنشون کردم ولی به خاطر اشتباهاتی که توی برنامه‌ریزی داشتم و به خاطر اینکه نمیخواستم از برنامه‌ای که ریختم عقب بمونن بخشی از کتابایی که شروع کردم یه تعداد کمیشون ناتمام موندن و خب من امسال تصمیم گرفتم که تا این کتابا تموم نشده کتاب جدیدی شروع نکنم. در واقع همشون کتابایی بودن که خب من دوست داشتم که اونا رو بخونم ولی خب همونطور که گفتم به خاطر اشکالی که توی برنامه‌ریزی داشتم نتونستم اونا رو تموم کنم و امسال طبق فهرستی که داشتم شروع کردم که دونه بدون اونا رو بخونم و جمع‌بندی کنم و بعد برم به سراغ کتابای جدیدتر. بخش دوم کتابایی هستن که من قبلا چند سال پیش اونا رو خوندم و دارم بازخوانیشون میکنم. در واقع میتونم بگم از سال 402 یا 403 من یه تصمیمی گرفتم مبنا بر این که کتابایی که قبلا خونده بودم رو یه لیستی ازشون تهیه کنم، حالا نه همشون ولی اونایی که حالا به دلایل مختلفی دوست دارم که دوباره بخونم یه فهرستی ازشون تهیه کنم و شروع به دوباره خوانی بکنم. پس کتابای من شامل این 2 گروه. اولین کتابی که من امسال خوندم کتاب فلسفه کیرکگور نوشته خانم سوزان لی اندرسون، نویسنده و فیلسوف آمریکایی هست. این کتاب با ترجمه آقای خشایار دهیمی و توی نشر نو چاپ شده. با توجه به حجم کم این کتاب میتونم به جرئت بگم که این کتاب یکی از تاثیرگذارترین کتابایی بود که من امسال خوندم. همونطور که میدونید کیرکگور به پدر فلسفه اگزیستانسیالیسم معروفه. نویسنده اومده توی این کتاب یک دید جامع و در عین حال کامل از زندگی کیرکگور، از زمینه اجتماعی که کیرکگور توی اون رشد کرده و فلسفهش توی اون زمینه شکل گرفته و با کتاب‌های اون، با نقطه نظرات فلسفی اون، نکات مهم فلسفی اون که اصلا چه چیزی به جهان فلسفی ارائه داد و اون جریاناتی که با این فلسفه مخالفت داشتن، بهش نقد داشتن و با تمام اینا ما توی این کتاب آشنا میشیم. در واقع این کتاب به نظر من توی دسته‌بندی فلسفه به زبان ساده قرار میگیره. یعنی اگر بخواید که خیلی قبل از اینکه اصلا وارد خوندن کتابای اصلی کیرکگور بشید یه دید کلی از فلسفه اون به دست بیارید این کتاب خیلی گزینه خوبی میتونه باشه. کتاب دیگه‌ای که من امسال خوندم رمان مرشد و مارگاریتا هست، نوشته میخائیل بولگاکوف. این رمان شناخته شده ترین اثر میخائیل بولگاکوف هست و در واقع یکی از رمان‌های مهم ادبیات روسیه محسوب میشه. این رمانی بود که من چند سال پیش اون رو خونده بودم و امسال تصمیم داشتم که دوباره بازخوانیش بکنم. رمان مرشد و مارگاریتا از 3 لایه روایی تشکیل میشه. لایه اول اون مربوط میشه به ورود یک شخص بسیار عجیب و غریب به شهر مسکو که خودش رو پروفسور ولن معرفی میکنه. پروفسور به همراه تیمش پا به این شهر میذاره و در طول اون چند روزی که توی شهر مسکو سپری میکنه اتفاقات بسیار عجیب و غریبی رو رقم میزنه، طوری که از دید مردم یک سری اعمال جادوگری بسیار خارق العاده به نظر میرسه. ما با خوندن ادامه داستان به هویت اصلی این شخص پی میبریم. لایه دوم مربوط میشه به زندگی غم‌انگیز یک نویسنده به اسم مرشد و معشوق اون مارگاریتا و لایه سوم مربوط میشه به ماجرای به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح. ما با خوندن داستان متوجه میشیم که این 3 لایه ارتباط بسیار مستقیمی با هم دیگه دارن. در واقع این 3 لایه مثل رشته های طنابی میمونن که با پیچیده شدن به دور هم دیگه بدنه اصلی این رمان رو شکل میدن.
رمان مرشد و مارگریتا یه رمان سیاسی اجتماعیه که با یک سبک رئالیسم جادویی روایت میشه و بسیاری از مسائل اجتماعی اون دوره از مسکو رو به تصویر میکشه. کتابی که من دارم، اگر بخوام درباره ترجمهش بگم، ترجمه عباس میلانی هست که توی نشر نو به چاپ رسیده. من از ترجمه راضی بودم. البته اشکالات خیلی خیلی ریزی داشت، مثلا اینکه به جای کلمه تصادف از کلمه تصادم استفاده کرده بود، در حالی که خب این دوتا کلمه کاملا معانی مختلفی دارن. ولی اگر بخوام خیلی کلی نظر بدم، ترجمه روان و خوبی داشتم و به نظر من اشکال و ایراد چندانی به غیر از اون مورد اندکی که بهتون گفتم توی این کتاب وجود نداشت. کتاب بعدی که من خوندم، در واقع فیزیکیش رو ندارم و به صورت الکترونیک اونو توی سایت فیدیبو خوندم. کتاب سفر به اعماق فلسفه هست. من توی این سالهای اخیر شروع به خوندن فلسفه کردم، ولی فعلا دارم اون کتابای فلسفه به زبان ساده رو میخونم. وقتی که این عنوان رو دیدم خیلی مشتاق شدم که این کتاب رو بخونم، سفر به اعماق فلسفه. در واقع من تصور اولیم این بود که همونطور که از اسمش پیداست، من وارد اون دنیای فلسفی به شکل خیلی عمیقش میشم و با انواع و اقسام اندیشه های فلسفی میخوام آشنا بشم و یه سفر خیلی لذت بخشی قراره داشته باشم. ولی اگر بخوام صادقانه بگم، اون چیزی که اون تصوری که من از این کتاب داشتم و برآورده نکرد این کتاب. اگر بخوام یه معرفی کلی از این کتاب داشته باشم، کتاب سفر به اعماق فلسفه توی چند بخش تدوین شده. بخش اولش که مربوط میشه به مکاتب فلسفی شرقی مثل بودیسم، مثل دائوئیسم و امثالهم. بخش دومش میاد به ادیان ابراهیمی میپردازه، یعنی مسیحیت و یهودیت. در واقع اگر قرار بود سیر منطقی کتاب رو پی بگیریم، باید در مورد اسلام هم توی این کتاب نوشته میشد، ولی در واقع هیچ بخشی به اسلام نپرداخته بود. حالا من نمیدونم که در واقع توی این کتاب نوشته شده و توی کشور ما سانسور شده یا اینکه اصلا کلا این بخش اسلام توی این کتاب نوشته نشده بود. ولی خب وقتی که نویسنده میاد درباره ادیان ابراهیمی صحبت میکنه و درباره مسیحیت و یهودیت صحبت میکنه، مسلما باید راجع به اسلام هم صحبت کرده باشه و من توی این کتاب اینو ندیدم. بخش بعدیش میاد یه سری فلسفه های متأخرتر مثل اگزیستانسیالیسم رو مطرح میکنه و در آخر یه سری مکاتب فلسفی مثل پراگماتیسم و نوع-دوستی مؤثر رو معرفی میکنه. در واقع این نمونه هایی که من بهتون گفتم بخشایی از کتاب بوده و ممکنه یه بخشای دیگه هم باشه که من الان حالا اونا رو ذکر نکردم. نکته مثبتی که این کتاب داشت، در واقع مزیتی که این کتاب داشت، این بود که ما توی هر بخش از زبان شخصی که پیرو اون مکتب هست این فلسفه رو میشنیدیم و باهاش آشنا میشدیم. در واقع اینطور نبود که یک محقق فلسفه یا یک کسی که توی رشته فلسفه تحصیل کرده این کتاب رو تدوین کنه. هر بخشش از زبان کسی بیان میشد که خودش پیرو اون مکتب یا اون دین هست. مثلا بخش بودیسم از زبان کسی بیان میشد که خودش پیرو مکتب بودیسم هست. بخش رواقیگری از زبان کسی بیان میشد که خودش پیرو مکتب رواقیگری هست و بقیه بخش‌ها هم همینطور. این میتونم بگم بزرگترین و مهمترین مزیت این کتاب بود. ولی همونطور که اول معرفی این کتاب گفتم، اون چیزی که من توقع داشتم رو برای من برآورده نکرد. کتاب بعدی که من امسال خوندم کتاب 5 اقلیم حضور نوشته داریوش شایگان هست. این کتاب توی نشر فرهنگ معاصر چاپ شده. کتاب شامل 5 تا مقاله درباره 5 تا از شاعران کلاسیک کشورمون ایران هست، یعنی فردوسی، خیام، سعدی، حافظ و مولانا. البته به نظر من جای نظامی توی این کتاب خالی بود که در واقع خودش هم یه جایی توی مقدمه کتاب بهش اشاره کرده.
اگر بخوام نظر صادقانه‌مو درباره این کتاب بگم، باید بگم که کتاب 5 اقلیم حضور اون تصوری که من ازش داشتم رو برآورده نکرد. حالا چرا؟ به این دلیل که نویسنده اومده توی زیرعنوان کتاب نوشته بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان. خب من با خوندن این عبارت این تصور تو ذهنم به وجود اومده بود که نویسنده میخواد بیاد لایه‌های عمیق جهانبینی یک فرد ایرانی رو بررسی کنه و بعد بیاد به بررسی جهانبینی اون شاعر ایرانی بپردازه و با در کنار گذاشتن این دوتا به یک نتیجه‌ای برسه. اگر بخوام منظورم دقیق تر بگم، باید بگم که من اینجوری فکر میکردم که نویسنده قراره بیاد با بررسی جهانبینی یک فرد ایرانی، اینکه اصلا چرا توی جهانبینی فرد ایرانی چی وجود داره، توی زندگی یک فرد ایرانی چی گذشته که اون شخص ایرانی وقتی که برای مثال شعر خیام رو میخونه و وقتی میبینه که اون شاعر هستی و زیر سوال میبره، اینکه اصلا من چرا به دنیا اومدم و چرا دارم از این دنیا میرم، وقتی که یک فرد ایرانی با این مفهوم مواجه میشه باهاش ارتباط عمیقی برقرار میکنه. من فکر می‌کردم شاعر میخواد بیاد اینو بررسی کنه که چرا یک فرد ایرانی وقتی که شعر شاهنامه رو میخونه و با حماسه سرایی فردوسی مواجه میشه، با شخصیت یک پهلوان مواجه میشه، چه چیزی وجود داره تو تفکر یک ایرانی که با اون مفهومی که شاعر خلق کرده ارتباط عمیق برقرار میکنه. بعد از چندین قرن هنوز مردم ما با این شاعرها یک ارتباط خیلی عمیقی دارن. من فکر کردم که نویسنده قراره به این موضوع بپردازه، ولی خب متاسفانه فقط توی مقدمه این کتاب به این موضوع تا حدی پرداخته شده و توی اون 5 مقاله‌ای که هست ما فقط به شناختی از جهانبینی شاعر میرسیم. در واقع اگر بخوام بگم این کتاب برای یک شناخت کلی از اون شاعر و اون جهانبینی شاعر میتونه مناسب باشه، ولی با توضیحی که این زیر نوشته، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان چندان جور در نمیاد. کتاب دیگه‌ای که من امسال خوندم کتاب داستانه کوتاه کافکا هست با ترجمه آقای علیاصغر حداد که توی نشر ماهی چاپ شده. این کتاب جز کتابایی بود که من قبلا شروع به خوندنش کرده بودم و ناتمام بود و امسال بقیه داستانا رو هم خوندم و تمام کردم. در اصل ویژگی این کتاب هم اونطوری نیست که مثل یک رمان بشینید اونو از اول تا آخر بخونید و تموم شه، چون شامل مجموعه داستان کوتاه کافکا هست. اونطوریه که هر زمانی که خواستین، هر بخشی که خواستین، هر داستانی که خواستین رو میتونید انتخاب کنید و بخونید. من میخواستم چند مورد مختلف رو درباره این کتاب بگم. مورد اول این که این کتاب شامل تمام داستان‌های کوتاه کافکا هست. اگر بخوام دقیق تر بگم کتاب 5 بخشه. بخش اول اون داستان کوتاه کافکا هست که در زمان حیاتش چاپ میشد. بخش دوم اون داستان کوتاه کافکا هست که توی مجلات مختلف چاپ شده بود. بخش سوم اون داستان کوتاهی هستش که بعد از مرگ کافکا چاپ شد. بخش چهارم شامل تمثیلاتی هست که کافکا نوشته بود و بخش پنجم شامل پیوست‌های این کتاب هست. مورد دوم که میخواستم بگم اینه که اگر شما هم مثل من شیفته کافکا هستین و خیلی دوست دارین علاوه بر اون 3 رمان معروف کافکا یعنی محاکمه، قصر، آمریکا و داستان معروف مسخ بقیه داستان کوتاه کافکا رو هم بخونید، بهتون توصیه میکنم حتما این مجموعه رو بخرید. خب مسلما خیلی بهتره که شما برید به جای اینکه مثلا از یک انتشاراتی داستان مسخ رو بخرید، از یک انتشارات دیگه داستان پزشک دهکده رو بخرید، بعد از برید از یک انتشارات دیگه آتش انداز رو بخرید، خب یه مجموعه کامل میخرید که شامل تمام داستان‌های کوتاه کافکا بشه. مورد سومی که میخواستم بگم اینه که اگر میخواید آثار کافکا رو بخونید اونا رو حتما با ترجمه آقای علیاصغر حداد بخونید. چرا؟ به خاطر اینکه آقای علیاصغر حداد مترجم زبان آلمانی هستن. ایشون تمام کارهای کافکا رو از زبان آلمانی به فارسی ترجمه کردن، نه از یک زبان واسطه، نه از زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای، مستقیما از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه کردن. علاوه بر این که آقای علیاصغر حداد همه کارهای کافکا رو ترجمه کردن، ایشون شناخت دقیق و عمیقی از کافکا دارن. یعنی علاوه بر این که مترجم آثار کافکا هستن، پژوهشگر آثار کافکا هم هستن و اگر کتابای کافکا رو خونده باشین با ترجمه ایشون، در آخر کتاب همیشه پیوستایی وجود دارن که یا از یک نویسنده دیگه که درباره آثار کافکا پژوهش کرده بود بیان میشه، یا این پیوستا از زبان خود آقای علیاصغر حداد به کتاب اضافه شده که توی فهم آثار
کافکا بسیار میتونه کمک کننده و راهگشا باشه. کتاب دیگه‌ای که من امسال خوندم کتاب چرند و پرند نوشته علامه علی اکبر دهخدا، نویسنده مشروطه خواه دوره قاجار هست. این کتاب جز کتابایی بود که من سالها پیش خونده بودم و این سال توی فهرست دوباره خوانیم قرار دادم. کتاب چرند و پرند شامل مجموعه مقاله های علی اکبر دهخداست که توی روزنامه سور اسرافیل و با اسم مستعار دهخو چاپ می شد. علی اکبر دهخدا توی مقاله‌اش مسائل سیاسی و اجتماعی روز رو با زبان طنز بسیار نوآورانه‌ای بیان میکنه. یک ویژگی که از مقاله‌های دهخدا برای من جالب بود اینه که دهخدا وقتی درباره مسائل اجتماعی روز مطلب مینویسه، مقاله مینویسه و از زبان طنزش استفاده میکنه، در خواننده ایجاد خنده میکنه، حتی خواننده امروزی. ولی وقتی درباره مسائل مهمی مثل کشتار مشروطه خواهان مطلب مینویسه، با اینکه همچنان از زبان طنز استفاده میکنه ولی به هیچ عنوان ایجاد خنده نمیکنه و تلخ بودن موضوع رو توی اون مقالش نشون میده. و این برای من جالب بود به این دلیل که من توی این روزگار میبینم کسایی هستن که از سخت‌ترین و تلخ‌ترین اتفاقاتی که برای ما میفته خیلی زود جوک میسازن و باعث خنده و لوس شدن اون قضیه میشن و اهمیت اون قضیه رو با خنده و جوک ساختن از بین میبرن. کتاب دیگه که من امسال خوندم یه کتاب هست تو زمینه علم فیزیک به اسم نظم زمان. نویسنده این کتاب کارلو روبلی، فیزیکدان معاصر ایتالیاییه و ترجمه اون از آقای مزدا موحد هست و این کتاب توی نشر نو به چاپ رسیده. کارلو روبلی فیزیکدانیه که توی زمینه فیزیک کوانتوم فعالیت میکنه. چند سال پیش مفهوم زمان خیلی ذهن منو به خودش درگیر کرده بود. اینکه اصلا ما چیزی داریم به اسم گذشته، چیزی هست به اسم خاطره، اینکه تولد هست، زندگی هست، مرگ هست و اینا همشون توی مفهوم زمان برای ما خودشو جلوه‌گر میکنه. وقتی که میرفتم یه جای تاریخی رو میدیدم و اونجا قدم میزدم، همیشه اینکه کسایی بودن که قرنها پیش توی اون مکان زندگی کردن و یه زندگی متفاوت از زندگی من داشتن، همه اینا برای من خیلی عجیب و غریب می اومد و ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود تا اینکه من یه جستجویی کردم توی اینترنت درباره نویسنده و فیلسوفایی که اصلا به مفهوم زمان پرداختن و توی اون همون جستجوی کوتاه هم به 2 کتاب رسیدم. یکی کتاب هستی و زمان هایدگر بود و یکی هم همین کتاب نظم زمان کارلو روبلی بود و هر دوتا این کتاب رو تهیه کردم. ولی کتاب هستی و زمان هایدگر رو موقتا کنار گذاشتم چون فکر می‌کردم که در اون زمان خیلی زوده که من بخوام اون کتاب پیچیده فلسفی رو بخونم و دوست داشتم که اول یه سری مطالعات اولیه فلسفی داشته باشم و بعد از اینکه یه آمادگی نسبی پیدا کردم اون کتاب رو بخونم. ولی کتاب نظم زمان رو شروع به مطالعه کردم. کتاب نظم زمان رو وقتی که شروع کردم بخوندن، همون فصلای اولیه منو شوکه کرد. یه سری پیش‌فرضایی که خیلی همون درباره مفهوم زمان داریم و توی این کتاب میاد بهشون میپردازه و اونا رو از بین میبره. البته میتونم بگم که خب چون دانش من درباره علم فیزیک محدود به همون چیزایی بود که من توی دبیرستان خونده بودم و دیگه مطالعه خاصی درباره فیزیک نداشتم، شاید برای من این اتفاق افتاده و اگر کسی حالا رشته دانشگاهیش فیزیک بوده یا به صورت آزاد خودش درباره علم فیزیک تحقیق کرده، مفاهیمی که توی این کتاب مطرح میشه براش پیش پا افتاده باشه، ولی برای من خیلی عجیب و جالب بود. وقتی که حالا اون چند فصل اولیه گذشت، اون فصلهای بعدی برای من خیلی پیچیده و سنگین بود، برخلاف چیزی که تصور میکردم که خوندن این کتاب برام چیز آسونی باشه، ولی اصلا اینطوری نبود. طوری که منو به این فکر واداشت که کاش بهتر بود که من اگر میخواستم درباره علم فیزیک و مفهوم زمان مطالعه کنم کتاب ساده تری رو انتخاب میکردم. ولی در هر صورت اون فصلهای میانی که برام سخت‌تر بود و گذروندم و باز هم به فصلهایی که برام قابل فهم‌تر بود رسیدم.
اگر بخوام کلا درباره این کتاب نظرمو بگم و آیا به این سوال جواب بدم که آیا اون نیازهای من، اون سوال اولیه منو درباره مفهوم زمان جواب داد، میتونم بگم بله، این کتاب برای من مفید بوده، با وجود اینکه باز هم من روی این حرف هستم که ترجیح میدادم با کتاب ساده تری شروع کنم، ولی در هر صورت کتاب برای من مفید بوده و من از خوندنش راضی بودم. یه ویژگی خاصی که این کتاب داره اینه که نویسنده اومده از ادبیات و شعر در کنار فیزیک برای بیان مفاهیمی که میخواد استفاده کرده. کتاب دیگه که من امسال خوندم کتاب تفسیرهای زندگی نوشته ویل دورانت هستش. این کتاب با ترجمه ابراهیم مشعری هست که توی انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده. من این کتاب رو چند سال پیش یه بخشش رو خونده بودم. در واقع ماهیت کتاب اصلا به نوعی هست که اینجوری نیست که مثل رمان بشینیم از اول تا آخرش بخونیم، چون بخشای مختلفی داره و شما میتونید هر زمان هر بخشی که دلتون خواست رو بردارید و انتخاب کنید و بخونید. حالا این کتاب درباره چیه؟ کتاب تفسیرهای زندگی همونطور که گفتم نوشته ویل دورانت. البته همسرش آریل دورانت هم توی نوشتن این کتاب بهشون کمک کرده. ویل دورانت همونطوری که میدونید نویسنده کتاب‌های تاریخ تمدن و کتاب لذات فلسفه هست. در واقع عمدتاً با این دو حوزه تاریخ و فلسفه این نویسنده شناخته میشه. ولی کتاب تفسیرهای زندگی کتابی هست درباره ادبیات. ویل دورانت توی مقدمه این کتاب میگه که عشق اول اون ادبیات بوده و یک سری یادداشت‌های اون موقع داشته که توی اون یادداشت تصمیم گرفته بوده که بعد از اینکه علم نقد رو به خوبی یاد بگیره به ادبیات سراسر جهان بپردازه و درباره ادبیات مطلب مینویسه. ولی بعد از اینکه با فیلسوفایی مثل نیچه آشنا میشه و یه سری مسائل و سوالات فلسفی توی ذهنش شکل میگیره، مثل مفهوم خدا، مفهوم مرگ خدا، ویل دورانت به سمت فلسفه کشیده میشه و بعد از آشنایی با همسرش آریل که خیلی به موضوع تاریخ علاقه‌مند بوده، شروع میکنه به یه سری مطالعات تاریخی و مجموعه کتاب‌های تاریخ فلسفه رو مینویسه و اینجوری میشه که به نوعی تا حدی از ادبیات که به گفته خودش عشق اولش بوده دور میمونه. و جالب اینجاست که ویل دورانت توی سن 84 سالگی تصمیم به نوشتن کتابی میگیره در زمینه ادبیات و اون کتاب همین کتاب تفسیرهای زندگی هست. ویل دورانت توی کتاب تفسیرهای زندگی میاد به بررسی زندگی و آثار 25 تن از نویسندگان و فیلسوفان قرن 20 میپردازه. البته نویسنده‌های دیگه‌ای هم هستن که در خلال این 25 فصل به زندگی و آثار اونا اشاره‌هایی میکنه. اگر بخوام نظر شخصی راجع به این کتاب بگم، این کتاب یکی از لذت بخشترین و بهترین کتابایی بود که من در حوزه ادبیات خوندم. خوندن نظرات ویل دورانت درباره نویسنده ها، زاویه دید اون، اینکه داستانا رو چجوری تعریف میکنه، اینکه اصلا با وجود اینکه یه جاهایی به قول معروف داستان رو اسپویل میکنه ولی هیچی از جذابیت اون داستان رو کم نمیکنه و بلکه خواننده رو مشتاق‌تر میکنه که بره درباره اون نویسنده و کتابای اون نویسنده رو بخونه و من واقعا این کتاب رو دوست داشتم. تو نیمه اول سال 404 به طور کامل خوندمشون، ولی 2 تا کتاب دیگه هم هستن که من شهریور ماه داشتم اونا رو میخوندم و تا آخر ماه تمامشون نکردم. یکی کتاب هنر شفاف اندیشیدن هست که من کتاب به صورت فیزیکی ندارم و داشتم فایل الکترونیکش رو توی برنامه فیدیبو میخوندم. کتاب هنر شفاف اندیشیدن کتابی که نویسنده میاد به بررسی خطاهای شناختی ما میپردازه، در واقع اینکه ما به چه موضوعاتی با شکل منطقی نگاه میکنیم و این میتونه توی تصمیم گیری های ما ایجاد خطا بکنه. خب من این کتاب فعلا کامل نخوندم و تو همون ماه شهریور تقریبا 30% رو خونده بودم. اگر بخوام این یک نظر بدم باید صبر کنم که تا این کتاب تموم بشه و بعد نظرمو بدم، ولی میتونم یه نظر نسبی تا همین جایی که خوندم هم داشته باشم. اون چیزی که به نظر من اومد این بود که
کتاب خیلی جاهاش خب به نظر منطقی می اومد، استدلالایی که داشت، تحلیلی که از موضوعات داشت تا حد زیادی منطقی بود، ولی مواردی هم بود که به نظر من خیلی چندان منطقی نبود. کتاب دیگه ای که من داشتم میخوندم و تا شهریور، تا آخر شهریور تموم نشده بود، رمان سووشون هست، نوشته سیمین دانشور. این کتابیه که من چند سال پیش خوندمش و امسال توی فهرست کتابای دوباره خوانیم هستش. کتاب سووشون یک رمان تاریخیه و سیمین دانشور توی این رمان میاد یک خانواده رو به تصویر میکشه که در زمان جنگ جهانی دوم زندگی میکنن. این خانواده زری و یوسف یک زن و شوهر تحصیل کرده هستند که توی یکی از روستاهای شیراز زندگی میکنن و در اون زمان این شهر توسط نیروهای انگلیس اشغال شده و میاد به چالش هایی که این دو زن و شوهر توی اون زمان دارن میپردازه. همسر زری یوسف یک شخص شجاع هست که داره با نیروهای انگلیس که سعی دارن آذوقه مردم رو بگیرن که برای قشون خودشون مایحتاج تهیه کنن مبارزه میکنه و داره اون در واقع اون آذوقه رو برای رعیت روستای خودش نگه میداره و در مقابل همسرش زری هست که یک زنیه که اون شجاعتی که باید داشته باشه رو نداره، اون شجاعتی که همسرش داره رو نداره و دائما ترس از دست دادن خانواده‌اش و از دست دادن همسرش، اینکه یه اتفاقی برای اونا بیفته داره و این نگرانی ها باعث شده که اون شجاعتی که میتونست تو وجود این زن وجود داشته باشه تحلیل بره. خب حالا من تحلیل و بررسی دقیق این کتاب رو میخوام بذارم بعد از اینکه کتاب رو کامل خوندم و یک ویدیوی جداگانه برای اون بگیرم و این توضیحی که دادم یه توضیح خیلی مختصر و خلاصه از داستان این کتاب. دوم این ویدیو یعنی کتابایی که من توی نیمه اول سال 404 خریداری کردم. امسال عید من 3 کتاب خریدم با وجود اینکه قصد نداشتم فعلا کتاب بخرم، چون کتابایی که خریدم و توی صفحه خونده شدن هستن انقدر زیاده که خرید یک کتاب جدید برام یه بار روانی ایجاد میکرد. ولی خب وسوسه خریدن کتاب جدیدم مخصوصا توی سری موقعیت ها و توی سری از زمان های سال انقدر شدید هست که واقعا نمیتونم در مقابلش مقاومت کنم. یکی از اون زمان ها خب عید نوروز بود و من رفته بودم، حالا اون روزای اول فروردین بود و به یک کتاب فروشی نزدیک خونمون رفته بودم و خیلی وسوسه شدم که چند تا کتاب جدید بخرم، چون قصد دارم که مطالعه کار ویکتور هوگو رو به صورت جدی شروع کنم. من امسال 2 کتاب از ویکتور هوگو خریدم. یک کتاب هست به اسم کتاب مردی که میخندد، یکی از رمان‌های شاهکار ویکتور هوگو هست. من راستش هیچ دید و ایده‌ای درباره این کتاب فعلا ندارم، درباره چاپش، درباره مترجمش هیچ نظری ندارم. در واقع این چاپ و این ترجمه رو با پیشنهاد فروشنده اون کتاب فروشی خریدم و نظر قطعیمو بعد از اینکه این کتاب رو خوندم باید بهتون ارائه بدم. کتاب بعدی که خریدم هم بازم از ویکتور هوگو هست. در واقع 2 از داستان‌های ویکتور هوگو هست که توی یک کتاب چاپ شده، داستان آخرین روز یک محکوم و داستان کلود ولگرد که توی یک کتاب چاپ شده. این کتاب ترجمه محمد قاضی هست و توی نشر ثالث به چاپ رسیده. کتاب دیگه‌ای که من در امسال گرفتم کتاب در جبهه غرب خبری نیست، نوشته اریش ماریا رمارک است. کتابی که من دارم ترجمه آقای رضا جولاییه که توی نشر چشمه چاپ شده. یه ترجمه دیگه از این کتاب وجود داره با عنوان در غرب خبری نیست. اینی که من خریدم در جبهه غرب خبری نیست. خب من ترجیح میدادم این کتابو بخرم به خاطر اینکه حتی توی عنوان هم ترجمه درستری داره. خب من از مضمون کلی این کتاب با خبرم، میدونم که این رمان یک رمان ضد جنگ، به جنگ پرداخته و به آسیب‌هایی که جنگ میتونه وارد کنه
ولی چند سال پیش که اطلاعی نداشتم، وقتی که با عنوان در غرب خبری نیست مواجه شدم، این تصور بر من به وجود اومده بود که خب این اون کتاب داره درباره این حرف میزنه که شماهایی که دوست دارین که مثلا توی کشور غربی زندگی کنین و از اونجا برای خودتون یک مدینه فاضله ساختین، همچین جای خاصی هم نیست. یعنی در جهان غرب خبر چندانی نیست. این پیامو برای من میداد. در واقع اون ترجمه به نظر من، اون عنوان یه جور کجتابی داره. به خاطر همون من این عنوان رو انتخاب کردم و این ترجمه رو انتخاب کردم. خب یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و کتابی کشور ما نمایشگاه بین‌المللی کتاب هست که هر ساله توی اردیبهشت، تو ماه اردیبهشت برگزار میشه و یکی از جاهاییه که من واقعا از رفتن به اونجا لذت میبرم. البته 1-2 سالی بود که من نتونسته بودم برم نمایشگاه و امسال خیلی مشتاق بودم که برم نمایشگاه و از اونجا کتاب بخرم و من 6 تا کتاب از نمایشگاه کتاب امسال خریدم. کتاب اول کتاب گیاهخوار هست، نوشته هان کانگ که نویسنده اون برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2024 شده. این موضوعی که بهش پرداخته و کتاب‌های این نویسنده توی جهان خیلی سر صدا به پا کرده و من خیلی مشتاق بودم که این کتابو از این نویسنده بخونم. 2 تا از کتابایی که من امسال از نمایشگاه خریدم مربوط میشه به یک نویسنده. رمان قاضی و رمان قرب جوار. نویسنده این 2 تا رمان ایوان کلیما هست و ترجمه‌هایی که من خریدم هر 2 تا ترجمه خانم فروغ پوریاوری هستن که توی نشر ثالث چاپ شدن. ایوان کلیما یک نویسنده اهل پراگ هست، اهل کشور چک و چند سال پیش کتاب روح پراگ که یه سری جستار هستش توی کشور ما خیلی معروف شده بود و من تصمیم داشتم که کتابای این نویسنده رو توی فهرست کتابخونیم داشته باشم و امسال که رفته بودم نمایشگاه و رفتم نشر ثالث که کتاب قاضی رو بخرم، یکی از فروشنده‌های محترم این انتشارات رمان قرب جوار رو هم به من معرفی کردن و من این کتابم به فهرست خریدم اضافه کردم. حالا چرا من ایوان کلیما رو علاقه داشتم که کتاباشو بخونم؟ یک دلیل خیلی شخصی من برای این کار دارم. دلیلم اینه که من علاقه خیلی زیادی به کافکا دارم و کافکا اهل کشور چک بوده، زاده پراگ بوده و این احساس درونی که من نسبت به این نویسنده دارم منو جذب میکنه به سمت باقی نویسنده هایی که به اون کشور و به اون منطقه مربوط هستن و دلیل اصلی من برای خوندن کارهای ایوان کلیما این ارتباطی بود که من با کافکا داشتم. یک کتاب دیگه که از نمایشگاه خریدم رمان فرشته ساز هست، نوشته استفان برایس و ترجمه احسان زندی و من این کتاب رو از نشر آمود خریدم. من هیچ پیش زمینه ذهنی زیادی از این رمان ندارم. یه داستان کلی و مختصر اولیه‌شو میدونم که این رمان درباره یک پزشکی هست، یک مهندس ژنتیکه که بعد از سالها به روستایی که قبلا در اونجا زندگی میکرده برمیگرده، ولی با یک وضعیت عجیب. این پزشک 3 تا نوزاد همراه خودش داره و این باعث میشه که اهالی اون روستا نسبت به این شخص کنجکاویشون برانگیخته بشه. دلیل اینکه من این کتاب رو خریدم چی بود؟ شاید شما هم باشن توی زندگی کسایی که اونا رو یه جورایی قبول دارین، سلیقه کتابخونیشون رو قبول دارین، پیشنهادایی که میدن و همیشه توی اولویت قرار میدین یا نظراتشون برای شما خیلی مهمه. یکی از اون افراد برای من آقای مهدی یزدانی خرم هست. ایشون توی صفحه اینستاگرامشون یه سری کتابای معرفی کرده بودن، پیشنهاد داده بودن و من یه فهرستی از اونا تهیه کرده بودم و یکی از کتابایی که آقای یزدانی خرم پیشنهاد داده بودن کتاب فرشته ساز بود. یه کتاب دیگه خریدم از نمایشگاه، کتاب حرکت در مه نوشته آقای محمد حسن شهسواری که توی انتشارات نشر چشمه چاپ شده.
این کتاب یک کتاب درباره نویسندگی هست، یه جوری آموزش نویسندگی هست. اما هدف من از خرید این کتاب چی بود؟ خب من خیلی دوست داشتم بدونم که اصلا یک نویسنده باید چجوری فکر کنه. دوست داشتم با اون پس زمینه ذهنی یک نویسنده آشنا بشم و این کتاب بسیار کتاب شناخته شده ایه و خیلی ها که مطالعه داشتن در زمینه نویسندگی و کتاب‌های مختلفی رو توی این زمینه خوندن، یکی از بهترین کتاباییه که معرفی میکنن. کتاب دیگه‌ای که من امسال از نمایشگاه خریدم یک کتاب علمیه، کتاب دنیا تا دیروز، نوشته جرد دایموند، دانشمند و استاد دانشگاه آمریکایی. این نویسنده‌ای که توی زمینه علم می‌نویسه، اما به گونه‌ای که افراد عموم مردم بتونن با این کتابا، با این موضوعات ارتباط برقرار کنن. جرد دایموند با 2 کتاب فروپاشی و اسلحه میکروب و فولاد خیلی معروف و شناخته شده هست. خب من امسال کتاب دیگه ای نخریدم، یعنی توی نیمه اول امسال هیچ کتاب دیگه ای نخریدم، اما دقیقاً آخرین روز تابستون یعنی 31 شهریور یک کتاب از خواهرم هدیه گرفتم. کتاب دکتر ژیواگو نوشته بوریس پاسترناک. این کتاب ترجمه آبتین گلکار هست که توی انتشارات چشمه به چاپ رسیده. یکی از کتابایی بود که من همیشه دوست داشتم اینو بخونم و همیشه راجبش صحبت میکردم، همیشه توی فهرست کتابخونیم بود و وقتی که این هدیه رو از سمت خواهرم گرفتم بسیار سورپرایز شدم، خصوصا اینکه از یک ترجمه خوبی این کتاب خریداری شده بود و یک اتفاق خیلی خوشحال کننده در آخر تابستون بود که برای من تموم شد و ازتون تشکر میکنم اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر به این دست از مطالب علاقه‌مندید میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت رو فراموش نکنید.